جایی در جوار روستای خور و حاشیه کویر لوت. اینجا تا چشم کار میکنه خاک و سنگ. اما چه سنگ هایی؟ کویر پر سنگ، یک مایه تیشه برداره بزنه بکنه به دریا. تمام این کوه پر از گنجه. البته این معدن متولی خاصی نداره و مردم منطقه سنگ ها رو استخراج میکنن. با همین بیل کنن روزی حدودا 50 کیلو 60 کیلو جدا میکنیم. تنها خور نیست، فردوس و سه قلعه و زیرکوه نیز زیباترین سنگ‌های شجره دنیا را دارد. سنگش 15-16 میلیون قیمت خورد. اینجا هم در نبود برنامه‌ای مشخص استخراج گوهر سنگ‌ها با هر وسیله‌ای از بیل و کلنگ گرفته تا پیکر و تراکتور انجام میشه. این تقریبا در 200-300 هزار تومان همین کامل مبو میارزی. حالا انبوهی از سنگ‌ها در منازل انبار شده. 70 تن سنگ قیمتی و نیمه قیمتی داریم. اما چه بر سر این سنگ‌ها میاد؟ کل سنگ این منطقه خام فروشی میشه. 2 تن فروختیم کیلو 4000 تومان. خارج از ایران میبرن این سنگو.